شده کابل بسیار زیبا و مقبول شده. خب دوستان عزیز، ما در پل سرخ شهر کابل هستیم. از پل سرخ همونطور میخوایم بریم به طرف کجا؟ کارت 4 شهر. این گلای تازه را دوستان عزیز چندین نوع گل است، یک تا دو تا نیست، چندین رقم است. زیاد باران شدید شد، همونطور میریم به پیش. باز دیگه ضیافت براتون نشان بدم. این دوستان عزیز اینجا ضیافت جور میشه. این ببینین رستوران ضیافت جور میشه دوستان عزیز. پیاده روی چطور فرصت شد. حالا بعد از باران دیگه کلگی میبره دوستان عزیز، چون چی میگن صاف میکنه یک قسم همه جایه. سلام و درود خدمت شما نازنینان، چطور هستین دوستان عزیز؟ کابل ابری شده، اما تو شمال هم است. خوش آدم میآید. گفته از امو دوست عزیز ما، همو اسمش ما فراموشم شد، آقا بیادر. آقا بیادر میگم شمال فک دم رویت میزنه دیگه. همی شمال می بلندن و دیگه جایش نمیتی. واقعا امروز یک روز شده کابل بسیار زیبا و مقبول شده. خب دوستان عزیز، ما در پل سرخ شهر کابل هستیم. از پل سرخ همونطور میخوایم بریم به طرف کجا؟ کارت 4 شهر کابل دوستان عزیز. کارت 4 میریم، اما هنوز پل سرخ هستیم دوستان عزیز. خب دوستان عزیز، همونطور به پیش میریم از پل سرخ طرف کارت 4 شهر کابل طرف. دوستان عزیز گلا را ببینید، گلای تازه همونطور زیبا مقبول ببینین. خوش آدم میآید واقعا. امروز که دوستان عزیز یک باران کم شوه، باز دیگه مزه میده. یک باران هم شوه دیگه باز کابل بیخی تازه میشه، بیخی مقبول میشه. این گلای تازه را دوستان عزیز چندین نوع گل است، یک تا دو تا نیست، چندین رقم است. ببینین این طرف گل فروشه و کلان است، این طرف گلا چقدر تازه و زیبا هستن، چندین نوع گل. دوستان عزیز، یگانه چیزی که من زیاد یک ذره تنبل هستم شناختن گلا است. یعنی چه قسم که نامایشان او قدر زیاد نمیفهمم که گل چی نام داره و گل چی نام داره. مطمئن هستم افراد زیاد مثل من هستن، چون که یاد کردن از گلا یک ذره مشکل است، چون ما قدر با گل سرکار نداریم. باز کسایی که گل سرکار دارن دیگه باز میشناسن. این طرف هم دوستان عزیز چه خوب چراغ باران کرده، یه از طرف شو دیگه باز خوب نما داره. البته دوستان عزیز آسمان هم یک ذره غرغر داره. خدا کنه که بباره. دعا میکنیم که بباره. گرمی دی چند روز واقعا از بین بردیم باره کمتون. بباره که یک ذره تازه شویم دوستان عزیز، تازه شویم. این طرف هم دوستان عزیز محمدی پلازا، ببینید که چقدر یک پلازای زیبا و مقبول است. اما البته این پایین نشستیم، دیگه پایین که بودیم دوستان عزیز بالایش قدر دیدن نمیشه. طرف هم لباس های محفلی فروخته میشه دوستان عزیز. فروشگاه ترک استایل و غضنفر بانک است و همچنان قصر عروسی تاج کابل. دوستان عزیز برقشان هم نیست، جنراتور روشن است. حوض آببازی و جیم کشایشان هم زدگی دوستان عزیز که کارت 4 ناحیه سوم گذر 11 شماره تماس نمبر حوض تمام چیزایشان زده. البته این کار بسیار خوب کرد دوستان. این باران بارید دوستان عزیز، کم باران شروع کرد. واه این باران که یک ذره کریگان تیز شود دوستان عزیز، یعنی فکر کنین دیگه تازه یک دانه میباره. آسمانم قدر ابر نیست، اونجا ببینید صاف از دوستان عزیز. با باران به چند دقیقه میباره و قدر زیاد نمیباره. بباره باریدن شروع کرد دوستان عزیز. کم این زمین ببینین براتون نشان بدم. باشه زیر درخت بریم ببینین، یعنی کم میباره.
هوای بارانی و هم در کارته 4 شهر کابل دیگه مزه میده دوستان عزیز. این باران هم از اون باران های 5 دقیقه‌ای از دوستان عزیز که 1 دقیقه شاید به شدت بباره، 1 2 3 دقیقه باز دیگه اونقدر نمیباره. دوستان عزیز این ساختمانایی که در این طرف های کابل است در کارته 4 اینجا دو ساختمانایی نیست که چه قسم براتون بگویم که ساخت ضعیف داشته باشه مقبول نباشه، کلا ساختمانای لاکچری. مگر این لاکچری را دوستان عزیز استفاده کردم، بسیاری از دوستان ما سرسرایشون نگذره برآمده بود لاکچری چی است، ما با این ناآشنا هستیم، از کلمات خود ما کار بگی. دوستان عزیز لاکچری یک کلمه انگلیسی است که زیادتر در اصطلاحات افغانی همچنان استفاده میشه که معنی تجملاتی را میده. آها چی یک باران، چی یک بارانه. از این باران خوشور نمیخورم دوستان عزیز، اگر چطور ممکنه اما می باشم باران تا تابستان دیگه مزه. بازو هم در اوج تابستان. سرک علف تکنیک دوستان عزیز، کارته سوم که هنوز کارته 4 دیگه نرسیدیم. با این طرف هم ضیافت جور میشه دوستان عزیز. این ضیافت دوستان عزیز شعبه دوم خود از را ببینیم باشیم که در یک جای استاد شدیم دوستان عزیز که زیاد باران شدید شد. همونطور میریم به پیش باز دیگه ضیافت براتون نشان بدم. این دوستان عزیز اینجا ضیافت جور میشه. این ببینین رستوران ضیافت جور میشه دوستان عزیز، تازه در کارته 4 هم این شعبه دوم خودم میزنه، دید که فایده داره میگه اون شعبه دوم خودم جور داره. البته بسیار خوب شد. و چی بارانه هست دوستان عزیز، نام خدا نام خدا ای باران نام خدا. دوستان عزیز آدم کیف میکنه کیف. نمیفهمین دوستان عزیز که چه یک لذت داره این باران. میسین که احساس بکنین دیگه در وطنتون باران رو ببینین. ما از این پیاده‌روی دوستان عزیز کم کم میریم به خاطر که خود خوب باران خوش دارم و مکرریم زده و نیست که باز نشه که از بین بره و باز شما دیگه نبینین کابل و متبانین دیگه. از سالون عروسی ستایش هم تیر شدیم دوستان عزیز. نام خدا دوستان عزیز پیاده‌روی چطور فرصت شد. حالا بعد از باران دیگه کلگی میبره دوستان عزیز، چون چی میگن صاف میکنه یک قسم همه جایه. وانه کفتری هم دوستان عزیز معلوم میشه زمیجه نامخواه مویا یادم این نوازش میده دوستان عزیزی باران. چه بارانه چه صفایه. سر موقعیت مگم دوستان عزیز خوب صحیح هم تو ما هم نمید سرک رفته میریم بیا که براتون نشان بودم کابل بارانی ره در اوج تابستان. ای نام خدا. طرف دوستان عزیز کفتری ها رو شما میبینین در تصویر. کفتری ها دوستان عزیز این طرف هم یک رستوران تک خورده دیگه است، فرانس رستوران است. این طرف هم که اینه تازه جور میشه، ضیافت هم کجا تازه جور میکنه دیگه. اینه کم کم چهره کارته 4 هم دوستان عزیز تغییر خورده میره. باران ببینید دوستان عزیز، باران ببینید که این طرف میکنیم دوستان عزیز. نام خدا به این باران. اینه دوستان عزیز کفتری ها در تصویر میبینین. این کفتری هاست، اونجا هم راهش هست و باران هم دیگه در حال باریدن است. این طرف هم فامیلی حال سالون فامیلی زده، اما نمیفهم که رستوران چی از باشی صبح دوستان عزیز کابل ولایت دریم امنیتی حوزه در اون طرف هست. نام خدا دوستان عزیز با این باران با این لذت. خوب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. باران زیاد است دیگه، منتظر ویدیوهای بعدی در شب‌های بعدی باشین
که کارتی 4 بعد از باران نشانتون بودم که چقدر زیبا میشه و چه آب و هوایی می داشته باشه. اگر آفتابم برای که رنگین کمانم برای باز دیگه مزه میشه. تو ویدیو بگی همتون به الله مثال میسپارم. دوستان عزیز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتان.